عبدالستار و سیدسوق بابویف دو زاده نویه ووسه و از مخالفین فعال حکومت کنونی تاجیکستان که چند سال باز در اروپا به سر میبرند روز 27 میلیون سال 2024 خبر دادند که مقامات نویه ووسه میخواهند خانه پدری آنها را دولتی کرده به کسی دیگر بدهند. عبدالستار بابویف که رهبر کمیته نجات زندانیان سیاسی را بر عهده دارد در یک ویدیو از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق خواست تا از حق آنها دفاع کنند و نگذارند که مقامات نویه ووسه خانواده آنها را از یگانه میراث باقی مانده از والدانشان محروم کنند. سیدسوق بابویف روز 28 میلیون در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد نقل کرد که خانه پدری آنها در دهه خواجه قینر جماعت کدوچی نویه ووسه در لب حوض مشهور خواجه قینر جایگیر شده است. او گفت پدر آنها ایشان بابو خوجه هنوز سال 1953 این خانه را ساخته بود و در این بین خانهشان چندین بار از نوسازی شده است. سیدسوق بابویف نقل کرد که آنها 13 فرزند 6 پسر و 7 دختر بودند و مادرشان قبل از مرگ این خانه را به دو پسرش ایشان عبدالستار و عبدالشکور بابویف که پسری خردی است همچنین به دخترش مویره بابویف و به میراث گذاشت. خانواده بابویف یک اولاد ایشانهای مشهور در نویه ووسه بوده، اکثرش عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. سال 2015 وقتی فعالیت حزب نهضت در تاجیکستان ممنوع شد چند نفر از این خانواده از جمله مصاحب بامداد سید صادق بابویف همچنین عبدالستار و عبدالشکور بابویف دو میراثبر خانه پدری به اروپا پناه بردند. مویره بابویف و همراه شوهر و فرزندانش از همان وقت در ایران به سر میبرد. سید صادق بابویف گفت ما در خانه پدری پسرمکمان را گذاشته بودیم که زندگی کند ولی طور درک یافتیم. اخیرا مقامات اومده او را خبردار کردند که خانه را خالی کند چون که خانه به کسی دیگر داده می شود و صاحب نو خانه به نزدیکی کوچیده اومده به ساختمان خانه خودش در اینجا سر می کند. او می گوید آنها تا حال درباره بر اساس چه قراره و از جانبی که امضا شده به کسی دیگر دادن خانهشان یگان معلومات از این بیشتر ندارند، زیرا خویش و تبارشان در واسه از ترس تعقیب مقامات می ترسند با آنها تماس بگیرند. سید صادق بابویف دولتی کردن خانه پدریشان در نویه ووسه را انتقام مقامات برای فعالیت‌های اپوزیسیونی او و برادرش عبدالستار بابویف به خصوص در کمیته نجات زندانیان سیاسی می شمارند. مقامات نویه ووسه تا حال این خبر را یگان شرح ندادند ولی در این اواخر الکی درباره چندین مورد کوشش دولتی کردن منزل‌های مربوط به فعالان مخالفین تاجیک از جانب مقامات تاجیکستان خبرها به دست می‌رسند. از جمله سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در خود جمهوری فعلا ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک ماه سال جاری خبر داد که مقامات نویه ظفرآباد ولایت سوخت قطعه زمین را که دادر او حلیم ایسابایف هنوز سال 2008 در آن خانه ساخته بود دولتی کردند و حالا توسط دادگاه طلب دارند که تا دادر او همراه زن و دو فرزندش آن خانه را خالی کند. رئیس نویه از دادگاه ظفرآباد خواسته است که جوابگران یعنی حلیم ایسابایف را با زن و دو فرزندش به دادن دیگر منزل استقامتی از آن خانه بکوچانند.